یک جالبه بدونید که در گذشته حدود 15 میلیون نفر که تو کما بودن به اشتباه زنده دفن شدن، چون انسان‌ها فرق بین مرگ و کما رو نمیدونستن. دو جالبه بدونید که روانشناسان عقیده دارند که هر چقدر درون هر آدمی آشوب باشه و پر سر و صداتر باشه، اون توی ظاهر خودش رو آرامتر جلوه میده و کمتر حرف میزنه. سه جالبه بدونید که آخرین کسی که قبل از خواب بهش فکر میکنید یا دلیل ناراحتیتونه یا شادیتون در کل شخص مهمی تو زندگیتونه. 4 سن 18-19 سالگی سنیه که از نظر بچه کوچیکا بزرگسال دیده میشین و از نظر بزرگسالها بچه دیده میشین. جالبه بدونید که صدای شما احساساتتون رو لو میده. زنها اگر مجذوب کسی بشن با صدای پایینتر و آرام صحبت میکنن، در حالی که مردا برعکسن و در صورت علاقه با صدای بلند جین حرف میزنن. 5 جالبه بدونید که افسانه ها میگن چشمای قهوه‌ای مثل ماه میدرخشن، پس برای اینکه این افسون رو مخفی